سلام به همه فوتبالیای عزیز، اینجا اسنپ بوده و اومدیم با یه ویدیوی خفن و با حال دیگه. امروز اومدیم بهترین مدافعای سال 2025 رو با هم بررسی کنیم و ببینیم از هر تیم کدوم مدافع بهترین عملکرد رو داشته. قبل از هر چیزی اگه از ویدیو خوشت اومد لایک و ساب یادت نره، نظرتم بعد ویدیو کامنت ها واسم بنویس. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. رئال مادرید، ادر میلیتائو، مدافع وسط با تجربه و فیزیکی که با بازی هوشمندانه و توپگیری موثر دفاع رئال را مستحکم کرده است. بارسلونا، مارتینز، ستون دفاع بارسا در فصل 2025 و نقش کلیدی در کسب سگانه با حضور ثابت و بازی بدون کارت قرمز. منچستر سیتی، گواردیول، ستاره کروات که با حضور در دفاع چپ و وسط تعادل دفاعی رو برقرار کرده و عنوان بازیکن فصل را گرفت. پاریس سن ژرمن، اشرف حکیمی، مدافعی که با گل‌های حساس در مراحل پایانی لیگ و قهرمانی و نامزد برای توپ طلا تاثیرگذاری زیادی داشته. آرسنال، سالیبا، مرکز دفاع کلاسیک ولی فنی که دفاع توپ محور رقیب‌ها را مقابلش با زانو در میاره. منچستر یونایتد، مارتینز، مدافع آرژانتینی جنگنده و هوشمند که با پاس‌های دقیق از عقب زمین شروع کننده های حملات یونایتد است. اینتر میلان، آچربی، رهبر خط دفاع اینتر با تجربه بالا که با جایگیری بی‌نقص و قدرت هوایی بسیاری از موقعیت‌ها رو خنثی می‌کند. اگه از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری پارت‌های بعدش هم واسط بگیرم، حتما نظرتو داخل کامنت ها واسم بنویس. دوست داشتی این ویدیوهایی که رو صفحه‌ام الان اومده رو برو و بزن و ببین. فعلا